سیزدهم دلیل این است که ببینید تمام جهادی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده اند، این همش و تمام این جهادی که تا روز قیامت کرده می شود از باب کفر بر طاغوت است. از باب کفر بر طاغوت است. این عمل از باب کفر بر طاغوت است. همه جنگ‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب کفر بر طاغوت است. برای حقیقتا کفر بر طاغوت را به جا آوردن این عمل را رسول الله انجام دادند. چگونه که سوره انفال آیه 39 را نظر بکنید، الله میگوید و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله، و بجنگید به خاطر الله تا اینکه فتنه نباشد، فتنه نابود گردد و دین کاملا همه اش از آن الله باشد. فتنه در این آیت، کلمه فتنه چه خیلی که علما از صحابه روایت میکنند، صحابه ابن عباس و غیره روایت میکنند و میگن که فتنه در اینجا شرک است و کفر است. یعنی بجنگید تا اینکه در روی دنیا چی نباشد؟ شرک نباشد، طاغوت نباشد، طاغوت ها نابود گردد و مشرکین و شرک نابود گردد. یعنی جنگ هم جهاد هم به خاطر همین گذاشته شده است که ما نابود بکنیم. چرا؟ طاغوت را، مشرکین را و شرک را، تا اینکه دین کاملا از آن الله باشد. در این دنیا دین غیر از دین الله وجود نداشته باشد. پس این هم دلالت میکند که کفر بر طاغوت این یک عملی بزرگ است و سنت دلالت میکند که کفر بر طاغوت این اولین قدمی که باید مسلمان در دین بگذارد. و این چنین در مسئله کفر بر طاغوت روایت آمده است که ابو داود در سننشان روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن من لقی الدجال فلیدفل فی وجهی. رسول الله میگن هر کسی که دجال را دید، به دجال روبرو شد، پس حتما بروی دجال، به وجه، به چهره دجال توف بکند. توف کردن بروی دجال، توف کردن بروی این دجاجله که امروز وجود دارد، توف کردن به همون مشرکون و شرک پرستان و خود شرک معبودان باطل، این یکی از نمودهای کفر بر طاغوت است. چه خیلی که ما به شما سخن سلیمان ابن سحمان را ذکر کردیم که یکی اجتناب از طاغوت چیست؟ بغض کردن، عداوت کردن و دشنام دادن همون طاغوت. و این حدیث روایت میکرد که توف کردن بر طاغوت، به سوی طاغوت توف کردن، این یکی از نمودهای کفر بر طاغوت است. این یکی از صورتهای کفر بر طاغوت است. چه خیلی که علما ذکر میکنند در شرح این حدیث. بارک الله فیکم. و 15مین دلیل ما این است که برای اینکه کفر بر طاغوت یک اهمیت بزرگ دارد، این یک رکن لا اله الا الله است و بدون کفر بر طاغوت انسان مسلمان نمیشد. ببینید فعل عمر بن الخطاب رضی الله عنه. عمر بن الخطاب بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز نظر کردند و دیدند که انسان‌های جمع میشوند به زیر یک درخت و این درخت را تبرک میگیرند، این درخت را بوسه میکنند، جای رسول الله گرفته را می نشینند و این چنین عبادت‌های غیر شرعی را انجام میدهند. حضرت عمر بن الخطاب خواستند و همین درختی که در زیرش رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابگان بیعت الرضوان کرده بود در صلح حدیبیه، این درخت را بریشه اش کندند. چرا که حضرت عمر دیدند که همین درختی که در زیرش رسول الله نشسته به صحابگان بیعت کرده بودند، بعد از مرور زمان تقریبا بعد از یک 6-7 سال یک وسیله شرک گشته است. مردم به واسطه همین درخت به شرک میرن. یعنی این درخت را طاغوت گرفتند، میرن درخت را بوسه میکنند، درخت را تبرک میجویند، این درخت را حتی میخواند که سجده بکنند و غیره و غیره. عمر بن الخطاب این عمل را دیدند و این درخت را بریشه اش کندند تا که همین درخت وسیله به شرک نباشد و طاغوت بزرگ نگردد. رضی الله عنه. در حقیقت السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه، اینها کسانی بودند که کفر بر طاغوت را 100% به جا آوردند. سابقین، انصار، مهاجرین، کسانی که پیرو از آنها بودند 100% کفر بر طاغوتشان به جا یافته بود، به جا آمده بود.